سلام، صبح بخیر. آماده میشیم برای ماراتون. در کدام خیابون هستیم؟ روستاولی. خیابون روستاولی رو بستن، معروف‌ترین خیابون تفلیس. و پلیس هم کنار خیابون سر تقاطع‌ها وایسادن. بسیار بالاست، بسیار بالا. جای همگی خالی. داریم میریم واسه مسابقه 2 ماراتون تفلیس. اول مهر هستیم، اول مهر سال 1403. الانم بچه‌ها تو تهران دارن میرن مدرسه، ما هم داریم میریم به سمت مسابقه 2. تمام سر کوچه ها پلیس وایساده، اون برام دونده ها دارن میرن، چندان دونده پشت سرم دارن میرن به سمت مسابقه. واسه هوا اینجا ابری و مطبوع بهاری، هوای خوبه، فکر کنم حدودا 17 درجه است الان هوا. انشالله که مسابقه خوبی باشه. ببینیم مسابقه مسابقه دومون به چه شکلی انشالله پیش میره. خوب پیش بره، خاطره خوبی بشه. خاطره خوبی بشه، بتونیم رکورد سال قبلمونه که تو دبی بودیم و اینجا یه خود بهتر کنیم به امید خدا. Easy job. Great. Again,